انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. خانم، بزرگترین حادثه و شاید تلخترین حادثه‌ای که در کام امت هست رحلت امام بود دیگه. خب در با پدری که همیشه عزت و اقتدار را برایمان به ارمغان می آورد. این حکایت آن